شهروند محترم، شهرهایی که عین حال شما سفر کردنی هستید، خوف فرآمدن ترما وجود دارد. از شما احترامانه خواهش کرده می شود که سفر خود را به روز دیگر گذارید. بیننده‌های عزیز، این مرکزی است که همروزه کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده به شهروندان طریق رقم دائمی 112 معلومات می‌دهند باید حالت راه‌ها و خوف فرآمدن ترما. برای بخطری راه و نقلیات در شهرهای دوشنبه خوجند همین گونه دالان‌های ضد ترموی ساخته شده است، ولی متاسفانه طی سال‌های اخیر از سبب زیاد باریدن برف‌ها همین گونه دالان‌ها را نمی‌توانند که شاهراه را از ترماهای زیاد امین نگاه دارند. کاوران گروه نجاتدهندگان رو روانه کنید. در کیلومتر 60 مورد ترماخوری به خرج گرفته شده از همه گروه فوران به جای حادثه سفربر کرده شود.